بازدید رئیس جمهور از راهگذر ترانزیتی شمال غرب کشور، مسیری مواصلاتی به طول 107 کیلومتر که به صورت ریلی و جاده‌ای شرق به غرب آسیا را از خاک ایران به هم متصل می‌کند. کلاله و بعد از اون به موازات مرز سدی که تهران و باکو آن را نماد همکاری‌های مشترک دو کشور معرفی می‌کند. این حالا یک اقدام و یک جلوه است از همدلی و همکاری بین ما. جلوه های همکاری ما شما همین سد، جاده و از این قبیل کارها